به نظرم بعد از این حادثه تلخ واجبه که تمام دختران و پسران قابلیت SOS رو روی گوشیشون فعال کنن که در شرایط اضطراری فقط با 3 یا 5 بار زدن دکمه پاور گوشیتون برای مخاطبینی که از قبل مشخص کردید لوکیشن میفرسته، بهشون SMS میده و با یکیشون هم تماس میگیره. لطفاً تا جایی که میتونید این ویدیو رو به اشتراک بذارید، چون شاید یه جایی نجات دهنده یه نفر باشه. تو گوشی‌های اندرویدی مثل شیائومی، سامسونگ و غیره وارد تنظیمات گوشیتون بشید و سرچ کنید SOS. وارد امرجنسی SOS بشید، این دوتا گزینه خاموش باشه و کانت داون هم بذارید روی 5 ثانیه. از این قسمت مخاطبی که قراره باش تماس گرفته بشه رو مشخص کنید و حواستون باشه کسی رو انتخاب کنید که گوشیش سایلنت نیست. بعد سند SOS تو امرجنسی کانتکتس رو هم فعال کنید، اد کانتکتس رو بزنید و مخاطبینی که قراره براشون لوکیشن و SMS ارسال بشه رو مشخص کنید. معادل های فارسیشو تو کپشن نوشتم و چند تا نکته مهم تکمیلی و توضیحات فعالسازیش تو گوشی‌های آیفون هم تو کپشن نوشته شده. امیدوارم که هیچ وقت هیچ کس از این قابلیت استفاده نکنه.